سلام به همه شما هموطنهای خوب خودم. آقا یادتونه به عنتری نژاد میگفتن معجزه هزاره سوم؟ حالا این شما و این معجزه هزاره چهارم. خب ما تورم بالای 40% رو امروز رسوندیم به زیر 16%. این کار از لحاظ اقتصادی، من بسیاری از صاحب نظران خارجی و داخلی حضوری یا کتبی به من نوشتن که کار این دولت شبه یک معجزه است. بگی منو، قضیه همون سوسکه هست که به بچهش میگفت قربون دست و پای بلوریت برم. اینم میره میشینه پیش کوسه و نوچه هاش، بعد میاد میگه برام کتبی نوشتم. اما سوال موشکافانه اینه که راستی شیخ فرید تو این شرایط چرا داره این دریوری ها رو میگه؟ دنبال چیه؟ بذارید باقی حرفاشو گوش کنیم، شاید یه چیزایی دستگیرمون بشه. ما در زمینه هسته‌ای هر چه نظرسنجی داشتیم از ابتدا تا حالا حمایت مردم بالای 80%. خب این مهمه. دولت در مسیری داره حرکت میکنه که اکثریت قاطع مردم دارن حمایت میکنن از این مسیر و از این راه. بله، همه این بهبه و چهچه ها رو از خودش کرد تا دوباره دست رو ببره زیر عبا و چماق رفراندوم رو بیرون بکشه. منتها فرقش اینه که این بار اسمشو عوض کرده و به جای رفراندوم میگه نظرسنجی. ته داستانم یه چیز بیشتر از این ولی فقیه نمیخواد. اگر رشد و توسعه میخواهیم رابطه با جهان رو میخواهیم. بله دیگه، بیزاری ملت از بمب و هسته‌ای رو میریزه تو جیب گشاد خودش، بعد به علی گدا میگه اوزی زهر رو بخور یالا، اوزی زهر رو بخور یالا. بعدم به طور کاملا تصادفی اولاغچی به صحنه میاد و برای شیر مالیدن به سر دلواپسا یه فیگور چپندر قیچی میگیره. هر جا که احساس بکنه که مذاکره در جهت منافع ما پیش نمیره، مذاکره در جهت هدف تعریف شده برد به پیش نمیره، ما حتما ابایی از این که میز مذاکره ترک بکنیم نخواهیم داشت. آره تو گفتی و دلواپسان باور کردن. بابا ریش بلا تکلیف ظریف و ریش کس خورده شیخ فری طوری به این میز مذاکرات چسبیده که به این سادگی ها جدا نمیشه. درهای بستم دردی از مذاکرات مخفی دوان نمیکنه. قضیه لو رفته تر از این حرفاست. وضعیت فعلی به طور بسیار خلاصه این گونه است: آمریکا قصد ندارد نه اکنون و نه در آینده ایران را به عنوان یک عضو نرمال معاهده به رسمیت بشناسد. بنابراین تا آنجا که به موضوعات فنی مربوط می شود، آنچه روی میز است محروم سازی بلند مدت و بازگشت ناپذیر ایران از حق غنیسازی است، نه آنچنان که آقایان ادعا می کنند تثبیت آن. حالا به نوشته این ورق پاره حکومتی حرفای سیدعلی رو هم اضافه کنی تا ابعاد مصیبت روشن بشه. همون که گفت هر کاری کنیم بازم تحریما رو ادامه میدن. بله اینجوری هست. تیغ ضرب الاجل بالای گردن علی گداه و پرتگاه سرنگونی تو دو قدم میشه. واسه همینه که هرچی زمان میگذره شاخ به شاخ شدن جونورای حکومتی بیشتر میشه و بدبختی های ولایت بالا میگیره. این بکوب تا کله شدن ولی فقیه هم ادامه داره. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.